بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند مهربان. اولا همه شما را که در این تالار خوشهوا از جای دور و نزدیک برای تبریکات استاد آمدید خیر مقدم میگویم. چنانکه این استاد در صنف 1 تا صنف 4 و من درس دادن، تعلیم دادن، اولین شخصی که قلم را به دست من دادن. یاد دارم گاه در پهلوی من می نشستی، سیله می کردی سرم، با زبانی من سخن می گفتی، درس می دادی و پندی دیگرم. رهسپارم کردی با امیدها در ره امروز فردای وطن. ای معلم باغبانی با خرد، نونهالان تو سر بالا شدند در کناری بی کناری این دیار، گویا آبی جویها دریا شدند. بین ز روی عرض تا اوج فلک، من چو شاگردی تو جولان میکنم، گرچه دارم عزم راهی آفتاب، سر به تعظیمی تو پایان میکنم. اله استاد، امروز ما 80 سالگی شما را تبریک کرده ایستادیم. با امیدواریم که 100 سالگی شما را در همین خیل تالار زیبا تبریک و مبارکباد بگوییم. رحمت به شما استادی عزیز. من فخر میکنم که چنین استاد دارم.